یه روش مختلف خفنم دارم. شما یهو وارد کارت میذاری اینجا ایزی همه چیت میاد. ساعت دقیقا فیکس 4 اومدیم دنبال لرستان. دور آخر ساعت 4 صبح بریم دنبال لرستان رو میخوایم بریم ای خدا بخواد کوه. دیشب نزدیک 4 کیلو 3.5 کیلو شد دیگه جوجه گرفتیم. بعد 3 نفریم 9 تا تخم مرغ گرفتیم 12 تا سوسیس با 12 تا سوسیس. الان منتظر لوریم با 4 تا بسته ذوقم. منتظر لوریم بیاد پایین نظر کنشونه. عرضم به حضورتون که بیاد چیکار می‌کنه دیگه. منتظریم فعلا. بیا ببینم داداش. ساعت چنده؟ ما نیم ساعت تو دم درتونی. مسکشیا من ماسک کردم عرق کردم مسکشیا ماسک کردم عرق کردم. ساعت چنده الان؟ 4:21 4:30 دم توچانی. تا ایستگاه 2 پیاده میریم. بعد تله سوار می‌شیم بریم میشیم تقریبا میریم ایستگاه 5. اونجا جوجه رو میزنیم بعد دور میشیم میرم پایین. همه هم بارونیه نهیدیم. آقا ما وسط راه تو چیز فهمیدیم که تولد خانومی هم 90 بس. آره گفتم اینم بهتون بگم. دیگه یوست داشتم میرفتم تو سیخا. آقا خستم. چه ویوی شد. نیم چشمه آقا من این همه اینجا رو آماده کردم. سوسیسا رو ریختم کامل ترتمیز. آقایون دارن یه آتیش روشن میکنن. یه آتیش نمیتونی روشن کنی. یه آتیش نمیتونی روشن کنی. هرچی گیرش اومده انداخته تو آتیش. دور بودن است زندگی کردن. دور باش و این هم از نهایت کار سوسیس تخم مرغ. وضع جوجه ها از زغال. او ساعت چنده؟ ساعت 11:20 اورجینال آقا هزینه داره همین حاجی از 3 بیداریم. نه چه از 3 بیداریم 4.5 ساعت دم در خونه شما بودیم. دعوتی ما فارس برنامه خوابه خیلی میخوام. سلام
طلاق دوم میسی یا ببین داره جون اکنون فاجعه‌ای در میاد. دارم میمیرم چیکار برو اون سینیه رو بیار برو اون سینیه بالا بگیر برو اون سینیه رو بیار اینجا کجاست؟ فرودگاه امام خمینی قدیما اینجوری نبودا. نه عوضش هم با تلکابل میبرن نمونی نبود روش مختنی خفن هم دارم شما یارو وارد کارت کرد میذاری اینجا ایزی همه چی اینک یه حیوانی عجیب با پاهایی بزرگ و باز چیز عجیب این چیه؟ موی خودشی. آجی موی خودشه دهنه تا سرویس طبیعی باشه راسته حرفم خواسته خاره وای اگرا ما میمونیم همونی که میخوام میخوایم سرازیری بریم یه یاره. خیلی بامزه شدی یه داداش ده سه دو ده سه دو بچه هایی گفتن دنبالمون حاجی الان میخوره دمین تا پایین میره. وای با چقدر نوکر